میخوام بهتون یه داستان از مشتریامون رو بهتون بگم که بعد از اون اتفاقی که اینجا رقم خورد توی دفتر، من تصمیم گرفتم اون آگاه سازی رو در مورد صنعت ماین رو من ایجاد کنم. حالا خیلی ها بنده رو میشناسید که هم فعالیتم چی بوده، تخصصم چیه و اصلا هدفم چیه. اما یک اتفاق اینجا افتاد که برای من خیلی دردناک بود و من باعث شد تصمیم جدی بگیرم توی اینکه اون علمی که دارم و اون آگاهی که دارم، اون نکاتی که از کار میبینم و در اختیار خیلی ها قرار بدم. یه روز یه مادری اومد توی دفترمون، یه دستگاه ماینر آورده بود، MC بود. این ماینر کامل سوخته بود، بد جور آتیش گرفته بود. من این واقعا اگر بگم دلم برای سوختن اون دستگاه بسوزه، نه، دستم اصلا نمیسوخت. زیاد دستگاه سوخته دیده بودم. یه چیزی هست وقتی میبینی و اما یه چیزایی طبیعی نیست. اون دل اون مادر بود که میسوخت اونجا و واقعا اشک من اون لحظه در آورد. این عزیز دستگاه رو طبق فرمایش اون نصاب سایلنت کرده بود با فن حلزونی. اونم این بنده خدا زیر نظر کمیته امداد بود. تمام امید و آرزوش این بوده که این وام کمیته امداد رو بگیره، یه دستگاه بذاره، ماهی ان تومنی بهش بده که یه مقدارشو بده برای قسط، چون این دستگاه جوریه که شما میدونید واقعیتش داره 20% 30% در ماه از اون سرمایه‌تو برمیگردونه، یعنی راحت میتونه قسط خودشو بده، یه قسطشو بده، یه پولی هم براش میده. اما متاسفانه فن حلزونیایی که استفاده شده بوده هم خوب نبوده، یا اینکه شبیه ساز ایراد ایجاد کرده دستگاه، اون فن حلزونی آتش سوزی کرده و دستگاه و هشمردها رو سوزونده بود. بگذاریم از اینکه باز شده بود که پرده خونه‌شون و فرششون و یه قسمت از یکی از کمدهاشون هم بسوزه و چند تا وسیله‌شون آسیب ببینه. اومده بود اینجا ببینید که ما براش چی کار میتونیم بکنیم، این دستگاه رو چجور زنده‌ش کنیم. و واقعا برای اون دستگاه نمیشد کاری کرد. ببینید آدمایی که تو کاسبن بعضی وقتا خیلی اتفاقات رو میبینن، خیلی چیزا رو میبینن. این روزا شرایط اقتصادی خیلی ها دو تاشون 4 تا نمیشه. خیلی ها میان توی این مسیر با امید و آرزو و خیلی آینده نگری میکنن. خب اگه اینطور بشه، این دوری بشه، شروع میکنیم اینقدر در میاریم. اونی که ثروتمند میشه از این کار نکاتشو واقعا یاد نمیده. اونی که تجربه به دست میاره با درد باز نکاتشو یاد نمیده. نکنیم یه کاری، یه حرکتی، یعنی وقتی اصلا یاد اون روز میافتم اصلا از خودم بی خود میشم، مثلا اینقدر که اون روز تحت فشار قرار گرفتیم. این قریب 80% 85% اون کسایی که من توی این سالها باشون در ارتباط بودم، تجربه هایی که داشتم، اکثریت به شکست مواجه میشدن تو صنعت ما، به خاطر ندونستن نکات برقی، به خاطر ندونستن نکات اینترنت، ندونستن نکات تهویه. این که فقط شنیدن یه دستگاهی میگیرن میذارن پول در میاره، ولی اینجوری نمیشه. یه ماه، 2 ماه، ماه سوم دستگاه میفته تو خرج، بعدم خرج میتن باشه. من واقعا خواهش دارم شمایی که داری میای توی این صنعت، میخوای یه پولی در بیاری، به قول قدیمی میگه پی خیلی از استرس ها و اینا رو به تنت داری میزنی،
چند تا نکته هم رعایت کن، برق، سیستم تهویت، یکم وقت بذار. ما آدمشو داشتیم 63,000 دلار رو توی یک انتقال تراکنشی از دست داده بود، گریه میکرد که فقط پولش برگرده و هیچ کاری نمیشد انجام بده. یه انتقال ساده ولد به ولد و شبکه رو درست انتخاب نکرده. ببینید این کار درآمد دارد، مثل ترید نیست که بگی تو نتونی تحلیل اشتباه کنی فلان کنی اینا. از روز اولی که دستگاه روشن میشه درآمد داره براتون، چون داره یک سیستم مشابه به یک آبربانک رو داره انجام میده. حالا من خیلی ساده و زبان ساده بخوام بگم و درآمد بدون از کارمزد انتقالات. اما چیزی که تداوم داشته باشد شما را به سوددهی میرسونه و تداوم چیزی جز بر این نیست که شما نکات کار رو تک به تک بدون عیب و ایراد انجام بدید. براتون از صمیم قلب آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم وقت بذارید. هایلایت ها رو ما برای شما سیو میکنیم، سوال جواب ها رو، استوریا، پستا، همه برای شما سیو شده. نکات کپشن هاشون جدا جدا خودم می نویسم تا بتونم کمک کنیم به دوستانی که مایلن واقعا موفق بشن. بدرود.